کمیته انضباطی. قبلش البته لازم هست که از جناب آقای علیپور سوال بکنم. آقای کریمی پس از بازی با استقلال پرسپولیس مثل اینکه در اون جام حذفی مطالبی رو اشاره کرد در خصوص جناب آقای محمدی، ولی آقای محمدی گفتن من شکایتی ندارم، ولی کمیته انضباطی بر حسب اون وظایفی که داره ایشون رو احضار کردن و صحبتی هم که من خوندم نمیدونم تا چه اندازه درسته غلطه، گفتن که شما گفتید چون آقای کریمی آرامش داشت من خیلی خوش آمده و تخفیف دادم یا هم چیزایی. حالا نمیدونم شما در این خصوص ابتدا صحبت کنید با اون یه طرف داستان که سازمان لیگ بوده، حالا آقای عزیز محمدی در ارتباط با سازمان لیگ مورد شماتت آقای کریمی قرار گرفتن. حتی حضرت علی مستحضری در یکی دو ماهه اخیر حالا به دلایلی که ما نمیدونیم سازمان لیگ و شخص آقای عزیز محمدی از سوی جریانات مختلف و در فرصت‌های گوناگون مورد هجمه بودند. صحبت‌های اون روز آقای کریمی خب من حضور نداشتم ولی شنیدم. ما بلافاصله درخواست کردیم که جناب آقای کریمی چون به هر حال به عنوان یک عضو حقیقی در واقع شاغل در لیگ حرفه‌ای برخلاف آیین‌نامه و آیین‌نامه رابطه باشگاه‌ها با لیگ نظراتی مطرح کردن که در اون آیین‌نامه صراحت داره هر مقامی، هر بازیکنی، هر مدیری، مربی، حتی هوادار اگه اعتراضی، انتقادی نسبت به مسئولین داشته باشن باید کتباً به باشگاه اعلام کنند، باشگاه به سازمان لیگ ارسال کنه تا یک نامه. سازمان لیگ هم موظف ظرف یک هفته اون انتقاد به اون اشکال را جواب بده مستند و مستدل. اگه برای اون بازیکن یا مربی یا حتی مدیر باشگاه قانع کننده نبود اونا ارجاع بدن به رئیس محترم فدراسیون و در فدراسیون بررسی بشه. یعنی راهکار قشنگ تدوین شده و تعریف شده ارتباط باشگاه‌ها با لیگ. همینطور از سایر باشگاه‌ها و سایر بازیکنان و مربیان و حتی داوری. متأسفانه اتفاق نیفتاد. ما بلافاصله از باشگاه پیروزی درخواست کردیم، به شکل رسمی مکاتبه کردیم که آیا این مصاحبه ایشون با هماهنگی مدیر عامل محترم باشگاه و نهاد باشگاه بوده. خب جواب اونا هم منفی بود. قطعا این پرونده باید در یک جایگاه حقوقی شایسته بررسی میشد که کمیته محترم انضباطی به عنوان رکن قضایی در واقع این جایگاه را دارند. خب آقای کریمی احضار شدن به کمیته انضباطی و اونجا قرار بود حرفه هاشون رو بزنن، اگه مستنداتی دارن، صحبتایی دارن، دلایلی دارن ارائه کنن خدمت جناب آقای حسن زاده و همکارانشون. ما دیگه از محتوای اون جلسه و کم و کیف این که آقای کریمی چی گفتن و چه سندی ارائه دادند اطلاعی بسیار ممنون. پس ما از اینجا شروع کردیم که آقای کریمی در بعد از بازی مطالبی رو اشاره کرد، بعد آمد به اینجا و آقای علیپور هم اشاره کردن که تا این لحظه تحویل کمیته انضباطی شد. حالا داستان از این بعد عرض کنم که با توجه به این که عمل ارتکابی جناب آقای کریمی از مصادیق بند 2 ماده 23 بود، حتی اگر جناب آقای عزیز محمدی شکایت نکنه کمیته انضباطی این حق و این وظیفه رو دارد که موضوع رو پیگیری کنه. خوشبختانه جناب آقای عزیز محمدی شخصا با این قضیه هیچ برخوردی نداشتن و حتی اظهار داشتن که ایشون هم مثل فرزند منه، من شکایت شخصی ندارم و واقعا هم هیچ نامه شکوایی از ناحیه ایشون و حتی سازمان لیگ به دست ما نرسید. ولی چون عمل ایشون عرض کردم در قانون پیش بینی شده، اظهار نظر و مصاحبه‌ای که برخلاف اون چیزایی که پیش بینی شده در بند 2 ماده 23 ما این رو به نوعی تخلف و نقض مقررات آیین‌نامه تلقی کردیم، ایشون را خواستیم و به هر حال ایشون در جلسه حضور پیدا کردن. من بعد از جلسه سعی کردم فقط یک اجمالی از گفتگو رو بگم، ولی خب رأی رو باید انشالله صادر بکنیم. ولی آنچه که مشخص بود 2 نکته خیلی بارز در صحبت‌های الکریم بود. یکی این که ایشون واقعا حداقل در اون جلسه‌ای که من و همکارام بودیم و اتفاقا قائم مقام محترم باشگاه و همچنین رئیس محترم کمیته انضباطی باشگاه پیروزی هم حضور داشتن، صحبت‌های بسیار خوبی شد. یعنی در نهایت ادب و احترام و با کلمات بسیار خوب و از غذا موضوع این که به نوعی ایشون عذرخواهی کردن و شرایط خاص اون بازی رو یادآور شدن و وقتی هم سوال شد که آقا شما گفتید من یه حرفایی دارم بگم، ایشون گفت
من آقای عزیز محمدی رو به نیکی میشناسم و حتی خبر دارم که ایشون چقدر زحمت میکشن و چقدر کارهای نیک انجام میدن. ضمن اینکه همین فوتبالی هم که ما تا اینجا داریم مرهون زحمت‌های ایشونه. ولی خب اون جمله‌ای که گفتم مقصودم اینه که من به برنامه‌ریزی در واقع سازمان لیگ که حداقل احساس میکردم به ضرر ماست و مثال هم دارم اعتراض کردم. شاید این هم قانون نبوده، سعی میکنم از این بعد اینجور هم نباشه. پس سوال کردیم که مثلا یه مثال بزنید. ایشون مثال زدن که در وهله اول این مثال خیلی منطقی بود، ما هم همونجا حق رو به او دادیم مثلا، ولی بعد که تحقیق کردیم دیدیم نه، این یک برنامه در واقع از پیش تعیین شده است و اینجوری که آقای کریم فکر میکنه نیست. مثلا مثال زدن که آقا چطور میشه در دوره رفت این لیگ، شما با آقای علیپور هم عقیده هستید که یه سری چیزا برای آقای عزیز محمدی پیش میاد؟ نه، من مقصودم اون نیست. مقصودم این بود که ایشون یک مثالی فرمودن که اون مثال به نظر من قابل تأمل بود، ولی بعد که ما جستجو کردیم دیدیم نه، آقای علی کریمی اشتباه متوجه شدن. اون مثال این بود که ایشون میگفت از 17 تا بازی که ما در لیگ انجام دادیم 12 بازی استقلال بعد ما بازی کرد. یعنی نتیجه ما معلوم بوده که وقتی دیدیم این در هر سال تکرار میشه، در دوره برگشت هم دقیقاً پیروزی این وضعیت رو داره. یعنی این قضیه با توجه به جدول و ریتم کار یه چیز طبیعی هست. ولی خب ایشون چون نمیدونست و حتی نمیدونست که در دوره برگشت همین بازی ها پیروزی 12 بازی بعد استقلال بازی خواهد کرد، وقتی این مطلب رو به عنوان یک مشکل میدونست احساس کرده بود که باید بگه. ضمن اینکه ایشون یه نکته خیلی قشنگی هم گفتن که البته خب به تفصیل توضیح دادن، حاصلش این بود که میگفت من امیدوارم از این بعد کاری بکنم که این اسم علی رو که اسمم علی هست شایسته نامم رفتار بکنم و در نهایت تواضع و این که خب بالاخره اتفاقی که افتاده بود رو ایشون به نوعی هم معذرت خواهی از شخص عزیز محمدی، همین که حتی قول دادن و متعهد شدن که از این بعد خیلی بهتر از این و عرض کردم در شایسته نام خودشون رفتار کنن، این قضیه رو ما به فال نیک گرفتیم و برخورد ما هم مطمئناً متأثر از این حضور به موقع. البته خب یه شیطنتایی هم شد، مثلا با اینکه ما ساعت 5 خواسته بودیم این دوستان حدوداً 17-18 دقیقه هم زودتر آمدن، ولی باز هم بعضی‌ها میگفتن آقا شنیدیم 1 ساعت دیر اومده، آیا 1 ساعت دیر اومدن مثلا انگیزه‌ای داشته؟ این مسائل متأسفانه وجود داره. ما احساس خوبی داریم از این جلسه و یه نکته هم که حالا اینجا مطرح شد بگم، حتی جناب آقای فتح‌الله زاده هم در تماسی که من داشتن ایشون هم گفتن که بالاخره همین که آقای علی کریمی این حرفا رو زده به عنوان بازیکن ملی پوش، ما هم از شما می‌خوایم که به این بازیکن کمک بکنید و در واقع همین که آقای علی کریمی حاضر شد و این الفاظ خوب رو گفت و عذرخواهی هم کرد و متعهد هم شده که از این بعد به عنوان کاپیتان و رهبر اون تیم بیشتر مراقب رفتارش باشه، قطعاً بازخورد این جلسه کمیته انضباطی مخصوصا با توجه به اینکه آقای عزیز محمدی هم کماکان بر نظر خودشون که در واقع حمایت از جوان‌ها هست، نه خدا نکرده طرفیت با اونها، ما بازخورد و خروجی این جلسه کمیته انضباطی رو مثبت‌تر می‌دونیم تا اینکه خدا نکرده یک رأی سختی بدیم. بسیار ممنون. خب قسمت بعدی البته این شما هم احساس رضایتی که آقای حسن زاده از کمیته از اون جلسه داشتن شما هم دارید؟ یا شما اگر مثلا جای آقای حسن زاده بودید نظر، چون آقای کریمی 2-3 بار در جملات مرتبی رو در این زمینه اشاره کرد و بعد خب مسئله بود که آقای محمدی هم اشاره بعدن بخشیدن و گفتن مثل فرزند و این داستان. شما هم که از این آرامش ایشون و این که به هر حال سعی کرده مثلا، ولی واقعا برای علی کریمی ما یه تفکرات دیگه داریم. علی کریمی بدون تردید یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال ماست. ضمن اینکه خب سعی شده در یه مقاطعی خودش رو خیلی خشن‌تر از اون که هست نشون بده، در حالی که واقعا اینطور نیست. اما به هر حال خود آقای کریمی هم همونطور که اشاره کردم به هر حال با جناب آقای حسن زاده وقتی یه تیم یه بازیکن کاپیتان یه تیم میشه تمام اون اعتبارات هم هست. ضمن اینکه البته یه مشکلی هم الان علی کریمی داره، خداوکیلی باید منصفانه قضاوت کنیم، در بازی تمام توپ‌ها به او ختم میشه و اوست که باید بازی رو به جریان این فشار 90 دقیقه جمله‌ای هم گفتن، من اونم مثلا ایشون گفتن که فرض کنید اعتراض به زمان برگزاری یک جمله بود که مدیر محترم باشگاه جناب سردار رویانیان قبل بازی در کمال آرامش با اون تجربیات خودش با اون جایگاه سنی و تجربی خودش اونو بیان کرد
منم در واقع می‌خواستم همین بیان کنم که آقا اگر این بازی مثلا دیرتر انجام می‌شد، منتها من اون فشاری که بعد بازی و بعد باخت اینا بود، من نتونستم مثلا جناب آقای سرداریانیان یه خودم اضافه گفتم، عزیز محمدی رو آوردم تو کار، مثل آقای رویانیان نگفتم. امیدوارم که علی کریمی واقعا بدونه که جامعه فوتبال دوستش داره و خودش هم اون حرمت‌های لازم رو برای خودش حفظ کنه. میخوام یه استفاده آموزشی ببرم از این محتوای فرمایشات جناب آقای حسن‌زاده و اون چیزی که مطرح شده. بالاخره خب جناب آقای کریمی بازیکن بزرگیه. میگن هر کی بامش بیش برفش بیشتر. امروز هوا خود برفی بود، من امیدوارم ان شاءالله برفی شیشه نداریم چیز. اولا همه بازیکنان، مربیان، بام صدا سیما زیاد، خیلی برفش بیشتر، مربیان، مدیران برابر این آیین‌نامه لیگ حرفه‌ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران، لیگ برتر خلیج فارس، این حق دارن که اگه نسبت به زمان برگزاری، نسبت به نحوه برگزاری، نسبت به تمام جزئیات یک مسابقه هر گونه اشکال، نقد یا ایرادی دارند کتباً بنویسن نقد و انتقادشون را. حتی ما در هر مسابقه‌ای که برگزار میشه 15 تا فرم را تحویل باشگاه‌ها دادیم، میتونن راجع به هر مورد خاصی اشکالی دارن مکتوب و محرمانه بنویسن. سازمان لیگ هم موظفه، کمیته نظارت و بازرسی موظف اینها رو رسیدگی کنه، گزارش بده، به اطلاع هیئت رئیسه سازمان لیگ برسونه. منتها دوستان وقتی که مواجه میشن با میکروفون، با رسانه‌ها، خب اون هیجاناتی که دارن، اون سختی‌هایی که دارن، فشاری که روشون بوده، مثلا 120 دقیقه آقای علی کریمی بازی کرده، تیم شکست خورده، جامی که سال گذشته به دست آوردن امروز اون روز از دست دادن، خب میان مواجه میشن یک سری فرمایشاتی مطرح میکنن که بعداً پشیمون میشن. ما خواهشمون این هر اشکالی دارن سازمان شکل بهتری داده شده به این وضعیت. قطعاً همکاری رسانه‌ها خیلی موثر بوده، واقعاً اون میکس زوم بعد از مسابقه خیلی موثر بوده، کنفرانس خبری قبل از مسابقه، همه اینها هست. من خواهش میکنم از مربیان، بازیکنان، مدیران از این فرصت‌های قانونیشون با خوبی استفاده کنن که با این چالش‌های اینچنینی مواجه نشن. بسیار خوب. قسمت بعدی گفتگوی کوتاهی است با جناب آقای تاج.